به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، امروز یک قصه نوبتی را میخواهم برای شما نقل کنم. قصه درباره یک دختر در گوشه از این دنیای پرغوغا، در دهه‌ای که صبحش با بوی نان گرم و شامش با صدای دعای پیران آراسته بود، دختری با نام ستاره زندگی میکرد. نامش ستاره بود، اما تقدیرش مثل شب تاریک پر از امتحانهای پی در پی گشت. هنوز گل نوشکفته نورسی بود که آفتاب زندگیش مادرش را از دست داد. بیماری مادر را برد، اما مهرش را در دل پدر باقی گذاشت. پدر ستاره مردی با سیاست ولی با مهر بود. کوشش میکرد هم پدر باشد و هم مادر. ستاره کمال یافت، دانشجو شد و حسن زیبایش خواستگاران زیادی را به درش آورد. پدر به جوان رضایت داد، اما شادی دیر نپایید. هنوز 2 ماه زندگی نگذشته شوهرش به سفر رفت و بینام و نشان شد. ستاره ماند، تنها با طفل در بطن و با دیپلمی سرخی که با اشکهای پنهانی به دست آورده بود. سالها گذشت و خبری شوم رسید. شوهرش در راههای گمراهی خاطره و سلامتی روحیش را باخته است. پدر که طاقت سوختن جگربندش را نداشت، او را از آن بیماری به خاطر جدا کرد. روزها پی هم می گذشتند و ستاره که اکنون در خانه پدر با طفلش زندگی می کرد صاحب کاری خوب شد. او ساده و پاک دل بود. قسم زیادی معاشش را به نیازمندان و دوگانه های احتیاجمندش صرف می کرد. حتی خواستگاران خود را به بهانه حالا شاهزاده اسب سفید به من نآمده است گفته به دوگانه های مجردش تفسیه می داد. محض در همین روزها بود که در فضای مجازی با مرد شناس شد که قلبش را دوباره زنده کرد. عشق آمد، اما با خود دیواری نوی امتحانها را آورد. پدر زید برآمد و پدر نمیخواست دخترش زنی دوم یا سیوم باشد. او به سنت های مردمی تکیه میکرد، نه به حکم های الهی. ولی آیا پدر حق دارد وقتی دوباره دخترش را زنجیر زند؟ نه، البته. الله تعالی در قرآن کریم میفرماید: و چون زنان را طلاق دهید و عده خود را به پایان رسانند، مانع نشوید که با شوهران خود ازدواج کنند، در صورتی که میان آنها به طرز پسندیده توافق حاصل شده باشد. سوره بقره آیه 232. این حکم برای زنان بیوه باز هم تاکید شده تر است. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: زن بیوه نسبت به ازدواج خود از ولی یعنی سرپرست خود حق دارتر است. صحیح مسلم حدیث زیر رقم 1421. علما تاکید میکنند که اگر مرد صالح باشد، پدر نباید ضدیت ورزد. پدر باید تکیهگاه باشد، نه مانع بخت. ستاره با وجود ناراضگی پدر عائله دار شد، اما در پس این خوشبختی چشمان پر از حسدی دوگانه‌اش سلطنت او را دنبال می‌کردند.
سلطنت که خودش فرزنددار نمیشد قسم خورد که ستاره را نیز مثل خود بدبخت کند. او به نزد جادوگری رفت که خاله‌اش بود. آنها ماها سحر میکردند، یعنی خاله و جیان، تا زندگی ستاره را سیاه کنند. من زن هستم و حامله دار شده نمیتوانم. بچه دانم را دختران گرفتند. در زندگی به یک دوگانم از سبب حسد دشمنی کردم و به نزد جادوگری 40 ساله سابقه دار رفته تخمدانش را از کار مانان گفتم. آیا این جادویش و دوگانم تاثیر میکند؟ این زن خودش رحم ندارد، با رفته است همین عیناً همینه برای دیگه کس خواسته است. بله. کسی به نزد سحرگر میره و از سحرگر سحر طلب میکنه و کافر است. حکم سحرگر در نزد شریعت 7 سال زندان کردن و 5 سال زندان کردن، حکمش قتل است. شریعت اگر جاری کرده شود باید سحرگر کشته شود. اگر رفت اون سحرگر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، من توبه کردم گفتم کشته میشه، رفت و توبهش بین خودش و بین الله تعالی واقعا توبه راست باشد و جنت می‌دارد به سبب توبهش. ستاره حامله دار شد، اما این بار درد دیگر بود. جسمش میسوخت و طب ناتوان بود. سحر و جادو حقیقت است، اما جنایت بزرگترین در نزد الله تعالی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از 7 گناه هلاکت بار دوری جوید، یکی از آنها جادوگری است. صحیح بخاری حدیث 2766. جادوگر ایمان خود را می فروشد و لعنت ابدی را می خرد. خداوند می فرماید و حال آن که جادوگران به کسی جز به فرمان الله ضرر رسانیده نمی توانند. سوره بقره آیت 102. وقتی ستاره در نزد زن قرآن خوان حالتش بد شد، سرفاش گشت. سلطنت و جادوگران دستگیر شدند، اما تیر لکه خالی شده بود. ستاره فرزندش را در بطن از دست داد. ببینید، یک زن و اینقدر طوفان، از مادری بیمار، از شوهری بی خاطره، از مانعه پدر و نهایت از سحر دوگانه حسود، چگونه میتواند یک قلب ضعیف اینقدر بار را تحمل کند؟ ستاره جای نماز را با اشک تر کرد و تنها یک کلمه گفت: الحمدلله. نکته های خلاصه برای هر یک از ما تماشابینان عزیز: به کورسازی های حسودان نگاه نکن. حسد اول حسود را میخورد. سلطنت با سحر نتوانست بخت ستاره را بگیرد، بلکه تنها آخرت خود را سوزاند. اما پدران باید هوشیار باشند. بعضا سختگیری شما راه را برای دشمنان باز می کند. بخت دختر در رضایت الله است، نه در خواهش نفس. امتحان نشانه دوستداری الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی الله بنده را دوست دارد او را امتحان می کند. سنن ترمذی. ستاره امروز هم زنده است. او شاید طفلش را از دست داد، اما ایمانش را نباخت. او می داند که آن طفل بیگناه در روز محشر
پیش مادر صبورش می رود و او را به جنت می کشد. صبر کن ای ستاره که درخش تو در آسمان هاست، نه در زمینی پر از حسد.